از فالورا سوال کردن که مادر من 60 سالشه و آزمایش داده همه چیزش خوبه ولی کمخونی داره. خب ببینید، کمخونی دو تا علت داره، علتهای بسیاری داره ولی دو تا علتش خیلی مهمه. یا اینکه بدن کم خون تولید میکنه، یعنی مغز و استخوان خوب تولید نمیکنه، یا اینکه خون از یه جایی داره از دست میده. چون یه خانومی که 60 سالشه دیگه منوپاز هست و پریود نمیشه و خون، من نمیگیم دیگه، فکر نمی کنیم که این داره خون ماهانه خون از دست میده، پس از یک جایی باید این خون از دست بده. خدمت شما عرض کنم که ایشون باید یک کولونوسکوپی و اندوسکوپی بکنه، ببینیم در دستگاه گوارشش زخمی چیزی نداره که دیورتیکولی، پولیپی چیزی، چون دیورتیکولا هم خون از دست میدن، فیشری، همورویدی چیزی نداره که خون از دست میده. اگر از اون مطمئن شدیم، بعد میایم یه پیکچر خونیشو نگاه میکنیم که ببینیم مغز استخوانش خون داره میسازه یا نه. اون یک ورکاپ دیگری میخواد. سوم اینکه اصلا ممکنه که این مایکرو نوترین، اون ریز مغذیاش کم باشه، مثل آهن، فولیک اسید و B12 بدنش کم باشه. ممکنه بیشتر وقتا روزه داره، یعنی غذاها رو میترسه بخوره، همش سبزی خواری میکنه و پروتئین کافی بهش نمیرسه، در نتیجه ویتامین ای کافی بهش نمیرسه. میدونید یکی از ویتامین هایی که محلول در چربیه و معمولا خب تو باید آدم روغن زیتون یا کره یا پنیر یا ماست یا گوشت یا یه چیز چربی، مثلا چربی حیوانی خورده باشه تا بتونه ویتامین ایش رو جذب کنه، ویتامین کاش رو جذب کنه، ویتامین دیش رو جذب کنه، ویتامین آش رو جذب، یعنی ویتامین های محلول در چربی شاید کم باشه. پس این باید ورکاپ بشه و انواع فعلا آهن و فولیک اسید رو B12 رو بهش بدید و در غذاش هم کمی چربی گیاهی یا حیوانی وارد بکنید که بتونه ویتامین ای وارد بدن تو غذا هست جذب بکنه. اگر این انجام دادید نشد، باز با من تماس بگیرید. متشکرم.